لبنان کشوری کوچیک از حقایق جنسیش گرفته تا عاشقان مواد مخدر. لبنان کشوری کوچیک در خاورمیانه است که مساحت حدود 10,000 کیلومتر مربع داره. این کشور در سواحل شرقی دریای مدیترانه واقع شده و از شمال و شرق با سوریه و از جنوب با اسرائیل هم مرزه. لبنان کشوری با جمعیت حدود 6 میلیون نفره. زبان رسمی لبنان عربیه، اما بسیاری از مردم به زبانهای فرانسه و انگلیسی هم تسلط دارن. دینهای مختلفی در لبنان وجود داره، از جمله مسیحیان، مارونی، شیعه و سنی و مسلمانان و سایر گروههای مذهبی در این کشور زندگی میکنن. پایتخت لبنان بیروت، شهری با تاریخی پیچیده و فرهنگ غنیه. این شهر که زمانی به عنوان پاریس خاورمیانه شناخته میشد، هنوزم نقطه‌ای مهم برای تجارت در منطقه به شمار میاد. با وجود زیبایی‌ها و معماری‌های متنوع، بیروت در سالهای اخیر با چالش‌های مانند بحران اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کرد و الان هم در شرایط جنگی هست. این شهر همچنان ترکیبی از سنت و مدرنیته است، جایی که زندگی شبانه پرشوری هم داره. مردم لبنان به مهمان نوازی شهرت دارن و این ویژگی در فرهنگشون ریشه عمیقی داره. اونها معمولاً با آغوش باز از مهمان استقبال میکنن و به محض ورود به مهمانهای خودشون غذا و نوشیدنی‌های خوشمزه‌ای تعارف میکنن. یکی از سنت‌های رایج در لبنان دعوت به غذاست. میزبان‌ها اغلب سفره‌ای پر از غذاهای مختلف میچینن تا مهمان تا حد ممکن احساس راحتی کنه. این مهمان نوازی نه تنها در خانه بلکه در رستوران‌ها و مهمانی‌های عمومی هم دیده میشه. به طور کلی پذیرایی در لبنان فراتر از صرف غذا هست. تحصیل در لبنان از اهمیت بالایی برخورداره و مردم این کشور به آموزش بسیار توجه میکنن. مدارس و دانشگاه‌های لبنان معروف به کیفیت بالای آموزشی هستند و در بسیاری از رشته‌ها استانداردهای بین‌المللی رو رعایت میکنن. زبان‌های آموزشی معمولاً عربی، فرانسه و انگلیسی هستند و به همین دلیل دانش آموزان و دانشجویان در این کشور به راحتی به چند زبان تسلط دارن. تحصیل در لبنان به طور کلی از سنین پایین شروع میشه. همچنین تحصیل در لبنان برای بسیاری از دانشجویان خارجی هم جذابه، چون هم از امکانات خوبی بهره دارن و هم شهریه نسبت به کشورهای عربی مغروم به صرفه تری دارن. لبنان در سال تعطیلی‌های زیادی داره. با 19 روز تعطیلات رسمی در سال، یکی از کشورها با بیشترین تعداد تعطیلات عمومیه. بقیه کشورها با بیشترین تعداد تعطیلات ایران با 26 روز، میانمار 32 روز و نپال با 35 روز هستند. مصرف سیگار در لبنان بسیار رایجه و این کشور یکی از بالاترین نرخ‌های مصرف سیگار در جهانو داره. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، لبنان با میانگین مصرف سالیانه 3000 نخ سیگار به ازای هر نفر رتبه سوم جهان در این زمینه رو داره. در سال 2007 حدود 25% از جمعیت لبنان سیگار میکشیدند. همچنین در اون زمان 150,000 نوجوان و 350,000 بزرگسال در لبنان به سیگار و قلیان معتاد بودند یا در معرض این مواد اعتیادآور قرار داشتند. با این حال خرید و فروش هر گونه فعالیت مرتبط با مواد مخدر ممنوع و جرمه. لبنان یکی از کشورها با بیشترین پذیرش پناهنده در جهانه. با توجه به جمعیت نسبتاً کوچیک خودش، لبنان بیش از 1.5 میلیون پناهنده سوری رو در خودش جای داده که به ازای هر 4 نفر در لبنان 1 نفر پناهنده هست. این کشور همچنین میزبان پناهندگان فلسطینیه که از دهه‌های پیش در لبنان ساکن شدند و تعداد اونها به حدود 400,000 نفر میرسه. علاوه بر این، لبنان پذیرای پناهندگان دیگر کشورهای خاورمیانه مانند عراق و کشورهای آفریقایی بوده. این موضوع فشارهای زیادی بر سیستم اجتماعی و اقتصادی و خدماتی این کشور وارد کرده. در لبنان تعدادی از زنان قبل از ازدواج تجربه رابطه جنسی دارند. این مسئله در برخی از لبنانی‌ها به ویژه در جامعه شهری رایجه و تحت تاثیر تغییرات اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته. با این حال همچنان در برخی از جامعه سنتی و مذهبی داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج به شدت محکوم میشه و میتونه باعث ایجاد فشار اجتماعی یا حتی مشکلات قانونی برای زنان بشه. ولی الان دیگه لبنان اینجوری نیست. اقتصاد لبنان به طور عمده به بخش‌های خدماتی و مالی و گردشگری وابسته است. این کشور یکی از مراکز مهم تجاری و مالی در خاورمیانه بوده و بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی در بیروت مستقر هست. اما بحران اقتصادی لبنان از سال 2019 به بعد مشکلات زیادی رو برای کشور به وجود آورد. کاهش ارزش لیره لبنانی، تورم شدید بحران مالی و بدهی‌های سنگین دولت همگی عواملی هستند که باعث کاهش قدرت خرید مردم و فشار بر بازار کار شده و لبنان با این تورم در حال دست و پنجه نرم کردنه.
لبنان به عنوان یک کشور با بندرهای تجاری مهم تجارت بین‌المللی منطقه‌ای داره. کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی از شرکای تجاری اصلی لبنان هستند و صادراتی مانند محصولات غذایی، لباس و مواد شیمیایی به این کشور دارند. همچنین کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و آلمان مشتریان عمده محصولات لبنانی هستند و لبنان با ایالات متحده آمریکا روابط تجاری به ویژه در بخش‌های مالی و تجاری داره. لبنان در طول تاریخ تحت تسلط امپراتوری‌های مختلفی مانند روم، عربی و عثمانی قرار گرفت. پس از جنگ جهانی اول، لبنان تحت حمایت فرانسه بود و در سال 1943 استقلال خودش رو به دست آورد. تاریخ لبنان نمایانگر مقاومت و تلاش برای بازسازی هویت و فرهنگ خودش است، با وجود چالش‌های اقتصادی و سیاسی این کشور. در آخر لبنان کشوری با تمام چالش‌ها و زیبایی‌هاش داستانی از مقاومت و امید رو روایت می‌کنه. این کشور با فرهنگ غنی و تاریخ پرماجرا همچنان با وجود مشکلات و جنگ‌ها روی پاش وایستاده و امید کم داره. حالا به نظر شما لبنان کشور خوبی برای زندگیه یا ایران؟ حتما نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید و کانال منو سابسکرایب کنید.